دوستای عزیز، برای مال ایتر آلاف، کاش، شبتل، ارشقه، کمای، راف از کو بیده میریم. تابستان جمع مونیم، زمستان اینا رو برایش میدیم مال مخره. یعنی آلاف برای مال، زمستان این آلفا رو میدیم. یعنی کادون آلاف شه. خب دوستای عزیز، این گوسفند ما تازه بره با دنیا آورده، گو دادقه میشه بره با دنیا آورده. الان برای ماده است، دادقه میشه که بره با دنیا آورده. نکو تا نکو نوری نکو، میکشی از بین مبری برر. نیلو بس بود کنه بیل باید نیچه دار جمع کو. چطور هستید گوسفندای خودم؟ تشنایید؟ غذا خوردید؟ آب علف خوردید یا نه؟ چیمای خود چای چرک چایش روشن کنید بلیز نه. خاطر از اینکه الان میش یخ سرد شده این باره منصور چیز کار نلای؟ این باره کی پیدا شده؟ خب به خاطر از آتش داخله که باره گرم باید، یکی گرم آمد خوب میشه. خب این مال لیقص خواری سختی داره؟ سختی داره بسیار فایده داره. چیز فایده داره؟ چلمه شسته که خوشا باشه کردن که یال برای خوشاس کنه اصلا از کوی داره چلمه زی کتیش کنه خیلی گرمه قضیه خب صحیح دیگه. از این برگون شما سودا مقدام مونید باز؟ سودا مردم زی یه چیز مونید سودان پول زیر چی مونید؟ کار کنم انا نیمو که یال ایرانی میرانی. خب سلام دوستای گل بینندای عزیزم. الان یک ویدیو ما گرفته بودم، این آقای محسنی که به خاطر این ارزش مال برای ما گفت که چلمه خسته ارزش داره. این گوسفندا که هسته ما انتر آلاف جمعونی، خاشا جمعونی، آلاف، گندم، دراو، نشقه، کمای، راف از کو میره بیدن مال رو میدن. باز مال تلف ها رو مخره از این چلمه برای ما جور نه. اینی گونی ها که استعلا فور مونیم باید دو بیش مال شه بونیم. این مالای ما است گوسفنده های تر غیر آلاف شده، آلاف بگای شه مخره. باز از این آلاف ها که خورد این چلمه میشه. به خاطر از این ارزش از این چلمه چی قصد است. داستان این چلمه که بود این داستان مالداری بود در حقیقت. در این ملک از مو کسته در وطن مو کسی که میگه مال نداره آل نداره. نه یک میمان برادر گرامی ما که باید همین بزغلر که ما علال کنم یک چمکه شو مخره دیگهش بستیش خود ما مخره. چی قصد میمان خوشحاله میگه که برای ما بوز کشت یا باره کشت. ویدیو ما به خاطر زی بحث بود. یعنی قربان گوسفند با خانه یک دونه بارک ما الان سودا کنم در 7-8 هزار افغانی میارزه. مثلا یک ماینه دو ماینه خرج از ما تهیه میشه. دوستای گلی نازنینم به خاطر ازی آقای محسنی گفت ارزش زی چلمه، ارزش چلمه در واقع این ارزش گوسفند خیلی ارزش بالاه دیگه. مو نه درآمد معلمی داره، نه مهندسی داره، نه خارجی داره که از ایران پاکستان برای کار نده. این ملک هر کس که مال داشت زندگی خوب مودره، اگر مال نداشت زندگی نداره. یک دادن میش که نگاه کنی تا تیرما دا برش میشه، دا برش 1.5 لک افغانی میشه. بسته خرج خانه آدم تهیه میشه. دوستای گل نازنینه سعی کو به خاطر از این برادر ما گفت که ارزش این مال چی قصد است، ارزش این چلمه چی قصد توی به قدر به احترامی منی. دوستای گل نازنین می کسته از مدگاو از موی خو الان این برایش آورده این آرد خوب مخره. به خاطر این متردش از این چلمه چی قصد است دوستای مودن نه لیو وطن که مو مالداری، گوداری، دامداری داره. تمام زندگی سرمایه از ما داد از من 4 تا گوسفند از ما. دوستای گل نازنین این مرغ از ما خو اینا رو مثلا
تخم میذاره، اینا تخم مونه، گوشت مونه. این مرغای این وطن ما، این مردمای ما این چیزا را شغل چی است. گوسفند نازنین هم تو آلاف مخری کی بره مونی، برای ما بره بیار به دنیا. نازنین آب بخور برای نازیمو. چطور است برای گلم سر حلافه گوسفندای گلی. این بچه های خوردش هستن، برای این سالیش تازه به دنیا آمده. این مادرایش دوستای گلی نازنین. این واقعا یقینی گوسفا هر چی که صفت کنی ارزش خود داره. الان فضل خدا رو ما 50 دانه میش درم و امید خدا را 50 دانه باره این سال میره. 50 دانه باره ما میتونم که تمامی 15 16 نفر خانواده ایم خوب صحیح برایش خوراک پوشاک کنم، یک خوب صحیح زندگیم رو برا آمونم. 50 دانه میشم، همین 50 میشم مونه، 50 باره خما سودا بهترین زندگی تهیه مونم. بینندای عزیز، این برگوی این سال ماست، تازه اکسی دانه میش ما برای با دنیا آورده. این برگوی ماست، کوچیک است. نام خدا غذا مخوره، الله مخوره، نام خداش. این مادر آیشه. این مادرای گوسفندای میه برای با امید خدا زودترین وقت به دنیا میره. چه قشنگ ناز الله مخوره. این مادر یزی برگون